و علیکم السلام. اسلام این آرامی است. بسم الله. بگذارید از که هشت تنگره انشالله یکون شدیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. چند منوت دیگه مونده است. چه حال دارید؟ همت خوب هستید؟ آواز ناز رفته ایستاده است. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. یک 5 دقیقه ماندگی است. انشالله بعد از 5 دقیقه آغاز میکنیم. پیش از درس خواستم یک حدیث به شما بخوانم که این درباره فضیلت خواندن قرآن است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على نبینا محمد وعلى آله واصحابه اجمعین. اللهم انفعنا بهذا العلم في دارین برحمتك الرحمن. حدیث از مادرمان عایشه رضی الله عنها روایت است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند کسی که در خواندن قرآن مهارت دارد روز قیامت منزلت مانند منزلت فرشتگان بزرگوار و نکوکار خواهد داشت. یعنی کسی که قرآن را در خواندن قرآن مهارت دارد، یعنی که با همه قاعده هاش میخواند و همه قاعده ها را در خواندن قرآن اجرا میکند، عملی میکند، منزلت این خواننده قرآن به منزلت فرشتگان بزرگوار و نکوکار برابر است. دوام حدیث: و کسی با لکنت زبان و سختی آن را تلاوت کند 2 پاداش دارد. و کسی با لکنت زبان یعنی با سختی، با مشکلی قرآن را بخواند آن 2 ثواب میگیرد. یعنی نو وابسته این که قرآن را در قرآن خوانی مهارت ندارد، بلکه میخواهد که مهارت پیدا کند، حرکت میکند که خطاگیش را اصلاح کند و همیشه قرآن را میخواند، حتی با خطا میخواند، در این خواندنش 2 پاداش یعنی 2 اجر 2 ثواب میگیرد. این بود حدیث امروزه در فضیلت تلاوت قرآن خواندن. پنج دقیقه دیگر حاضر وقت هست. از درس دیروزه سوال باشد مرحمت سوالا رو بدهید. درس دیروزه همش فهمو بود. سوال باشد مرحمت سوالاتون رو بدهید. درس دیروزه ما با شما مخرج حرف ها رو گذاشتیم. اگر سوال باشد مرحمت سوال ها رو بدهید. بعد از 4 دقیقه انشالله درس امروزه رو سر میکنیم. حدیث امروزه رو بار دیگر میخوانم تا شخصانی که نو پیوست شدند گوش بدهند. مادرمان عایشه خداوند از او راضی باد میگوید رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند کسی که در خواندن قرآن مهارت دارد روز قیامت منزلت مانند منزلت فرشتگان بزرگوار و نکوکار خواهد داشت. و کسی با لکنت زبان و سختی آن را تلاوت نماید 2 پاداش دارد.
ببینید برادران که چگونه انسان گناهکار، انسانی که غرق از گناه است، با سبب خواندن قرآن به درجه فرشتگان می رسد. آن فرشتگانی که یک گناه صادر نکردند، آن فرشتگانی که همه وقت در طاعت و عبادت مشغولند، همه وقت فرمانبرداری الله را به جای می‌آورند، این انسان گناهکار، انسانی که گناه میکند، خطا میکند در روی زمین، با سبب خواندن قرآن که تو این درجه رسید که قرآن را با مهارت میخواند، درجهش به فرشتگان برابر می شود. و در این حدیث آمده است که به کدام فرشتگان؟ به فرشتگان بزرگوار، نه فرشتگان عادی، بلکه به فرشتگان بزرگوار و نکوکار درجهش به آنها می رسد. ببینید از فضل و برکت قرآن، از فضل و برکت خواندن قرآن، انسانی که گناه می کند درجهش به فرشتگان می رسد. و انسانی که با خطا می خواند، قرآن را می خواند ولی که مثل ما و شما خطاگی می کند، ممکن قاعده های تجوید، ممکن مخرج یکم حرف را با خطا می خواند، خطاگی قطعی می خواند، در تلاوتش 2 پاداش می گیرد. در تلاوتش 2 پاداش می گیرد. برای همین این حدیث از درس چیست؟ از این حدیث این درس رو گرفتن ممکن است که شخصانی که قرآن را میخوانند، با سختی میخوانند، حرکت بکنند که مهارت پیدا کنند تا به درجه فرشتگان برسند و هیچگاه نگویند که ما خطا میخوانیم، گناه میشود، قرآن رو یک سو گذاریم. این همش وسوسه شیطان است. بله، انسان خطا میکند. انسانی که هیچ کار نمیکند تنها آن خطا نمیکند و انسانی که میخواند، حرکت میکند، اصلاح کند، بله آن در اول ممکن خطا کند. انشاءالله با گرفتن درس ها ممکن که خطاگی های خود را اصلاح بکند. درس امروزه را شروع میکنیم. دفتر و قلم های خود را بگیرید برای اینکه جایهای را می نویسیم. و کسانی که کتاب را از سیلکه یوتیوب گرفتند و در تلفن دارند میتونن از کتاب ببینند. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. درس امروزه را آغاز میکنیم. درس امروزه ما درس دوم، حرفای استعلا و استفاله. حرفای استعلا و استفاله. بنویسید حرفای استعلا و استفاله. الحمدلله ما خوب هستیم. درس را شروع میکنیم. به همین خاطر به درس گوش بدهید. سوال ها را بعد از درس می نویسیم. انشاءالله اگر در دوام 20 دقیقه درس را تمام کنیم، 10 دقیقه دیگر به سوال های شما که وابسته به این درسند جواب می دهیم. و سوال هایی که به این درس دخل ندارند، نقضش این سوال ها را ندهید. درس را آغاز میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد و صحبه و سلم. حرفای استعلا و استفاله. 28 حرف عربی که ما دیروز همه آنها را خواندیم گذاشتیم، همین 28 حرف به 2 گروه تقسیم می شوند. گروه یکم استعلا، گروه دوم استفاله. استعلا و استفاله کلمه عربی بودن. معناش استعلا یعنی که غفص خواندن، غفص خواندن حرف ها، و استفاله یعنی باریک خواندن حرف ها. و از حرف های استعلا سر میکنیم.
حرفای استعلا 7 تا می باشند. حرفای استعلا 7 تا می باشند. حاضر من به شما در تخته تیار کردگی هستم، نشان می دهم ان شاء الله. حرفای استعلا: ضاد، طا، ظا، خا، قاف و حرف غین. همگی 7 تا حرف می باشند. کسانی که می نویسند بنویسند. صاد، ضاد، طا، ظا، خا، قاف و غین. برای چه حرف های صاد، ضاد، طا، ظا به رنگ سرخ و حرف های خا، قاف و غین به رنگ کبود؟ انشالله بعد میفهمونم برای چی من به این رنگ ها جدا کردم. دوامش: این حرف ها غفص خوانده می شوند. اگر کتاب را نظر کنیم، در کتاب نوشته شده است که حرفای استعلا چی خیل خوانده می شوند؟ جواب: دهان را پره کرده، زبان را به بالا برداشته خوانده می شوند. یعنی که قفای زبان باید به بالا برداشته شود. وقتی که می گوییم صاد، قفای زبان باید به بالا برداشته شود. ضاد، طا، قفای زبان باید به کام قفا برداشته شود. ظا، خا، قاف و غین. وقتی که قفای زبان را شما به بالا می بردارید، این حرف ها تلفظشان غفص‌تر می شود. اکنون ما این حرف ها را با الف و با حرف های مد که 3 تا هستند، الف، واو و می بینیم طرز خواندنشان چی می شود. اگر این حرف ها با الف، بعد از این حرف ها الف آید یا فتحه آید، بعد از این حرف ها الف آید یا فتحه آید، این حرف ها چی خیل خوانده می شود؟ ببینید. حرف صاد با الف چی خیل خوانده می شود؟ صا. تکرار کنید. صا. اگر شما سا بخوانید این خطا است. برای همین صا میخونیم. صا. دوم حرف داد با الف ضا خوانده می شود. ضا. اگر شما د خونید این خطا می شود. مثال این در سوره فاتحه آیت آخران ولا الضالین، حرف ضاد. سوم حرف طا. حرف طا با الف، وقتی که بعد از حرف طا الف آید این هم غفص خوانده می شود. طا. اگر شما تا خوانید تا این خطا است. برای همین این حرف طا در استعاذه هست. اعوذ بالله من الشیطان. طا باید بخوانید. اگر من الشیطان خوانید این خطا است. من الشیطان. حرف بعدی حرف ضا هست. حرف ضا سری زبان را در بین دندان ها میمانیم و قفای دندان را میبرداریم. ضا. ظالم.
ظالم، ظالمین. اگر شما این حرف را ذ خوانید این خطا است، برای همین باید ظا بخونید. حرف دیگرش حرفی بعد از حرف خا الف آمد، خوانده می شود خا، خا. اگر شما خ خوانید خ این خطا است. خالق، کلمه هایی که در قرآن است خالدین فیها، خالدین، خالدین. اگر شما بخونید که خالدین این خطا است، برای همین بعد از حرف خا اگر الف آید، الف به سوی آ میل کرده خوانده می شود خا، خا. حرف بعدی حرف قاف است، قاف. حرف قاف هم چون حرف استعلا است، حرفی که قفظ خوانده می شود با الف قا خوانده می شود، قا. اگر شما ق خوانید این خطا است. قال الله، قال، قال، قال. بله. حرف آخرین، حرف هفتم، حرف غین است، غا، غین. این حرف هم با الف قفظ خوانده می شود غاسقین، 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 غا. اگر شما غ خوانید غاسقین این خطا است، برای همین این حرف که حرف استعلا است باید ما با طرف آ میل بکنیم غا، غا. در اینجا من جدولی را کشیدم که به شما فهمو شود. ببینید این جدول، این حرفای استعلا، حرفای استعلا اگر بعد از حرفای استعلا الف یا که فتحه آید، الف یا که فتحه آید، به سوی آ میل کرده خوانده می شود. به سوی آ میل کرده، یعنی که آی تاجیکی خوانده نمی شود، یعنی که به سوی آ از طرف ا، از طرف ا به سوی آ میل کرده می شود. صا، ضا، طا، ظا، خا، قا، غا. اگر این فهمو باشد ما میگذاریم، حاضر ما مثال ها رو میخونیم. مثال ها: والصادقین، والصادقین، والصادقین. اگر شما والصادقین خونید خطا است، چون حرف صاد به حرف سین مبدل میگردد. مثال دوم ضاد، ولا الضالین، با میخوانیم. اگر شما د خونید حرف ضاد به حرف دل مبدل میگردد و این هم خطا میشود. مثال حرف طا، شیطان، شیطان. مثال حرف ظا، الظالم، الظالمین. کلمه الظالمین و ظالم در قرآن بسیار می آید. و الظالم. حرف خا، مثال حرف خا، خالق، خالق، خالق. یا که با فتحه خلق، خلق. اگر شما خلق خوانید خطا است، یا که خالق خوانید خطا است، برای همین خالق میخوانیم. نام یکی از صحابگان بزرگ خالد است، خالد. اگر ما خالد گوییم این خطا است، خالد، خالق. مثلا حرف قاف، قال، قال الله، قال الله. در حدیث ها بسیار میاد این کلمه. و قال الله، قال الله، قال. مثلا حرف غا، غاسقین، غاسقین، غا. اگر شما غا خوانید خطا است. این بود اگر این بعد از این حرف ها الف آید. مثلا دوم، اگر بعد از این حرف ها با حرف واو آیند، یعنی که واوی با سکون، واوی با سکون و در پیشش ضمه یا با تاجیکی زمه که این مد میشد او خوانده میشود.
ببینید در این حالت هم حرفا همش غفص خوانده می شوند. سو، دو، تو. در این حالت هم همه حرفا غفص یک فعل خوانده می شوند. حالت سیوم، اگر با یای آید، یای سکون و در پیشش و پیش از حرف یای کسره که این مد می باشد، اگر با حرف یای آید، در اینجا دو گروه تقسیم می شوند. همین در اینجا دو گروه تقسیم میشن. ببینید گروهی که من با رنگ سرخ نوشتم، صاد، ضاد، طا، ظا، و گروهی که من با حرفی با رنگ کبود نوشتم، خا، قاف، غا. من در اولی درس گفتم که من به شما میفهمونم که برای چی من این گروه را با سرخ و این گروه را با کبود نوشتم. حاضر من به شما میفهمونم. این چهار حرف صاد، ضاد، طا، ظا اگر با کسر آید، با یای و پیش از یای کسر آید، به حرف ای روسی، حرف ای، این حرف در الفبای ما هم نیست. ای، می، وقتی که با کلمه روسی میگویم می، ما، می یا که توی میگویم، اگر با کسره آید به همین حرف نزدیک می شود، یعنی به همین حرف نزدیک خوانده می شود. برای همین سی می خونیم، صراط سی نمی خونیم. اگر سی بخونیم چون که حرف صاد با حرف سین مبدل می شود، برای همین سی می خونیم. سی صراط الذین، صراط، صاد، سی. دویمش حرف ضاد. وقتی حرف ضاد با کسره می آید، با یای و پیش از یای کسره، در این حالت بازم به همین حرف نزدیک کشیده خوانده می شود. دوی. حرف تا هم اگر با کسره و یای آید خوانده می شود توی. حرف وا، این هم اگر با کسره آید، کسره و یا، خوانده می شود وی. این سه حرف باقی مانده، خا و قاف و غین، با کسره خوانده می شوند ای. قیل، کلمه قرآن هست، خی و غی. یعنی این سه حرف با کسره و یا ای خوانده نمیشد. برای چی؟ سببش راز میگویم. سببش در این است که این سه حرفای مانند خود را ندارند و این چهار حرفای مانند خود را دارند. مثلا اگر به جای سی بخوانیم سی، حرف صاد مبدل می شود به حرف سین. اگر به جای دی خوانیم دی، حرف ضاد مبدل می شود به حرف دل. حرف ضاد مبدل می شود به حرف دل. اگر به جای تی، حرف تا مبدل می شود به حرف ته. و اگر به جای وی خوانیم حرف وا مبدل می شود به حرف ذی. اکنون این سه حرف خی، قی، غی، اینها با یگم حرفای مانند خود را ندارند. اینها تغییر نمیدهند که خی خوانیم یا خی خوانیم. برای همین علما میگویند که این حرفها را
وقتی که با کسره می آیند خی، قی، غی می خوانیم و این حرفا از سببی که حرفای مانند دارند، مانند دارند، برای همین اگر ای خوانیم، اگر با ای خوانیم، حرف صاد به حرف سین مبدل می شود، حرف داد به حرف دال، حرف تا به حرف تا، حرف وا به حرف ذ. به همین سبب با کسره ما آنها را باید ای بخوانیم. سی، دوی، تی، وی. و در اینجا خی، قی، غی. این بود حرف های استعلا. یکی این حرف های استعلا را ما با شما تمام کردیم. حاضر میگذاریم به حرف های استفاله. حرف های استفاله چه خیلی خوانده می شوند؟ حرف های استفاله با زبان تاجیکی استفاله باریک خوانده می شوند. همه باقی مانده حرف های استفاله می باشند، غیر از این 7 تا حرف. مثال می آوریم یک چند حرف های استفاله را. حرف میم حرف استفاله است. حرف میم با الف خوانده می شود ما خوانده می شود. ما. اگر شما ما خوانید خطا است. برای همین بسیارتر برادران اونا با خطا می خوانند مالک یوم الدین. نه برادران، حرف میم حرف استفاله است و با الف خوانده می شود ما مالک یوم الدین. مالک یوم الدین. مالک یوم الدین. اگر شما مالک یوم الدین خوانید این خطا است. دیگر حرف ب این هم حرف استفاله است. با الف خوانده می شود با. اگر شما با خوانید این خطا هست. دوامش حرف ت هم حرف استفاله است. حرفی است که باریک خوانده می شود. با الف باید خوانید تا. اگر شما تا خوانید حرف تا به حرف تا مبدل می شود که این هم خطا هست. دوامش حرف ث این هم با الف خوانده می شود ث. اگر شما ثا خوانید خطا هست. دوامش حرف سین هم حرف استفاله است. با الف خوانده می شود س. اگر شما سا خوانید حرف سین تبدیل می گردد به حرف صاد. دوامش حرف دل هم حرف استفاله است و با الف خوانده می شود دا خوانده نمی شود. خوانده می شود. حرف عین. دوامش حرف عین هم حرف استفاله است. ببینید برادران، حرف عین استفاله است. عین را با غین فرق کنید که غین حرف استعلا است و حرف عین استفاله است. برای همین با الف خوانده می شود عالمین. در سوره الحمد لله رب العالمین. اگر شما بخونید که الحمد لله رب العالمین، اگر این را آخونید این خطا است. برای همین عالمین میخونیم الحمد لله رب العالمین. الرحمنی ما با حرف میم گفتیم الرحمنی. اگر شما الرحمنی گویید
شما حرف میم را حرف استعلا کردید، این هم خطا است. و دیگر این حرف های استفاله با اگر با دامه و او اویان و واو اویان و با یای و کسره اویان چی خیلی خوانده می شوند؟ مثال حرف ب با دامه خوانده می شود بو، با کسره خوانده می شود بی، بو بی، بی خوانده می شود بی ای، بی. حرف ت با دامه خوانده می شود تو، با کسره خوانده می شود تی. حرف دل با دامه خوانده می شود دو، با کسره خوانده می شود دی. و دیگر حرفا به مثال این حرفای استفاله. در اینجا ما همه حرفای استفاله را نمیگویم برای خاطر اینکه حرفای استفاده بسیار هستند. همین را بدانید که حرفای استعلا با الف به طرف آ میل کرده خوانده می شوند. صا، دا، تا، ظا، خا، قاف و غاین، غا. و با او همش یک خیل خوانده می شوند. سو، دو، تو، زو، خو، قو، غو. و با کسره باشد این 4 حرف که با رنگ سرخ به حرف ای روسی نزدیک کرده می شوند. سی، دی، تی، زی. و 3 حرفی که با رنگ کبود هستند اینها به ای خوانده می شوند. خی، قی، غی. این بود موضوع امروزه ما درباره حرفهای استعلا و حرفهای اکنون منتظر سوالهای شما هستم. درس این روزا را به فکرم به شما نقص فهمانیدم. اکنون به سوالهای شما جواب میدهیم دایر به این درس و درس را انشاءالله انجام میدهیم. مرحمت. سوالهای خود را بگویید. سوالها مرحمت دایر به این درس امروزه. سوالها هستند دایر به موضوع استعلا و استفاله. بسم الله. 10 دقیقه دیگر به سوالهای شما جواب میدهیم و درس را به آخر میرسانیم. و ایاکم. جزاکم الله خیرا و ایاکم. 10 دقیقه به سوالهای شما جواب میدهیم و به این درس را به آخر میرسانیم. بسم الله. به شما هم مبارک باشد. اکا یک جای قرآن سوال تو چه بونه نوشتگی ما باید حرف واو را نخوانیم. بونه اگر حرف واو به حرکت باشد. از من در دوسکه نشان میدهم. اگر حرف واو مقصد آن کلمه شما گفتید بو نه حرف ب، حرف واو، حرف نون. بینگرید اگر حرکت در حرف واو نباشد، حرکت در پیش از حرف واو باشد، تو در اینجا بو نه خوانده می شود. بو نه. در اینجا حرف واو مد خوانده می شود، یعنی که با مقدار 2 حرکت می کشیم. دو او. بو نه. اگر حرف واو ساکن داشته باشد
با ساکن باشد و این حرف خوانده میشد، بو نه خوانده میشد. فهمیدید به فکرم؟ اگر بی ساکن باشد، بی حرکت و پیش از واو حرفی آواز دمه باشد، این در این حالت در اینجا واو همچون حرف خوانده نمیشد، همچون دو مقدار او کشیده می شود. مثال خوف، کلمه خوف ببینید. خوف، کلمه خوف در سوره قریشه، خوف در خوف ببینید پیش از حرف واو فتحه است، دمه نیست، و در بالای حرف واو سکون است. در این حالت خوف خوانده می شود. خوف در این حالت خوانده می شود چون که در این حالت واو با سکون است و پیش از واو حرفی و پیش از واو حرکتی فتحه است. در این حالت واو خوانده می شود. در این حالت چون که سکون ندارد و پیش از واو دمه هست، او خوانده می شود، بو نه. مرحمت با سوال باشد بگید. شخصی که این سوال را داده فهمو شد، مرحمت سوال باشد بگید. استاد الله میگویند که درست است لا. حرف لام در کلمه الله گوش بدهید. حرف لام در کلمه الله دو خیل خوانده می شود، هم غفص و هم باریک. در یک حالت غفص خوانده می شود و در حالت دیگر باریک خوانده می شود. حاضر من این را به شما می فهمونم. مثال حاضر من به شما می فهمونم. ببینید کلمه الله، این لامی که ما میخوانیم در کلمه الله، اگر پیش از لفظ الله فتحه یا که ضمه آید، با یگان حرف در این حالت لام غفص خوانده می شود. مثلا الله لا اله الا هو، آیت الکرسی سر می شود که الله لا، یا ربنا الله. اگر پیش از لفظ الله یگان حرف با کسره سر شود، با کسره آید، در این حالت این حرف لام باریک خوانده می شود. مثلا لله ببینید وقتی کسره الله لا، الله اکبر، در این حالت، در حالتی که کسره آید پیش از کلمه الله، حرف لام باریک خوانده می شود. لله ما فی السماوات و ما فی الارض. این سوال هم به فکرم فهمو شد. سوال دیگر. بله یا الله فهمو شد باشد خرسند هستم. کسره این چیست؟ کسره این به زبان تاجیکی زیر میگون این را، یعنی که آواز ای لله اگر پیش از حرف الله کسره آید، یعنی که آید. لله حرف لام باریک خوانده می شود و اگر فتحه یا ضمه آید الله لا یا ربنا الله، حرف لام غفص خوانده می شود. و در دیگر حالت ها، در دیگر همه کلمه های زبان عربی حرف لام باریک خوانده می شود. الم تر کیف، الم نمیگویم، الم، الحمد لله، نمیخوانیم. در دیگر حالت ها حرف لام همه وقت باریک خوانده می شود، چون که حرف لام حرفی باریک، حرفی
استفاله است. در قطار حرفای استعلا ببینید حرف لام نبود، حرف لام نبود. به همین خاطر باید لا بخونیم. لا لا. تنها در لفظ الله حرف لام غفظ خوانده می شود به شرطی که پیش از کلمه الله یگان حرف با فتحه باشد یا با ضمه. و فکرم این سوال فهمه شد. سوال های دیگر مرحمت. السلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. شما حاضر دارم درس تمام شد. زیر و زبر. بله، زیر و زبر، فتحه کسره با زبان عربی. و زبان تاجیکی زیر و زبر. درس رو به آخر می رسانیم. اگر سوال ها نماشه بالا را خوانیم. گجاره که همون علامتی که باید کشیم چی نام دارد؟ علامتی که ما می کشیم، کشیده می خوانیم، اینها را مد می گویند. ا ای او. در زبان عربی این سه حرف عله می باشند. حرفای عله که مد می آیند. ا ای او. دیگر دیر نمانید، چون که حرکت کنید. دیگر دیر نمانید. سوال ها باشند مرحمت. فکرم درس به همه فهمه شد. ما امروز دو درس با شما گذاشتیم، هم درس دوم را و هم درس سوم را. درس دوم این حرفای استعلا بود و درس سوم حرفای استفاله. کتاب را سیلکش هسته گرفته بخوانید، باز خوب میشد. اگر همو مد را نخوانیم خطاگی حساب می شود. بله خواهر، اگر به جای قال خوانیم قال یعنی که نکشیم خطاگی می شود. هم معنی تغییر می آورد، معنی کلمه ها تغییر می آورد. مثلا وجعلنا، الله سبحانه و تعالی می گوید که وجعلنا در سوره عمه ما آسمان را آفریدیم، ما زمین را آفریدیم. اگر ما وجعلنا خونیم به جای وجعلنا خونیم، معنای همون کلمه عوض می شود. یعنی که به این معنا که زنها آفریدن. ببینید اگر وجعلنا خونیم یعنی که میشه که خداوند میگوید که ما آفریدیم، و اگر وجعلنا خونیم میشه زنها آفریدن. برای همین در زبان عربی مد را کشیدن و نکشیدن این خطا است. الله لا، اگر الله لا خوند خطا هست. سوال دیگر انشاءالله داری 6 برادر، وقتی که انشاءالله مدها رو میگذاریم، درسای مدها رو میگذاریم، هر یک مد رو معنیش میگویم و میگویم که چند مقدار کشیده خوانده میشه. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حضرت میتوانید از پیش درس گیریم، پیشتان بیاییم انشاءالله اگر میتوانید انشاءالله. السلام علیکم برادر، حرف واو در میان آمد چی خیل نوشته می شود؟ در میان آید حرف واو پیش از خودش بودگی حرف قطعی پیوست می شود و بعد از خودش بودگی حرف پیوست نمی شود. در کدام است؟ ما در روسیه هستیم، در جمهوری تتارستان.
در یکی از مدرسه همین ترکستان درس میگذاریم. فهم رحمت که سلامت باشید. مرا باید چند الف مد را نیمت را مد را مدها 7 نمود مد است. انشالله ما در درس های آینده با شما میگذاریم. مدها می شود مد طبیعی از 2 حرکت سر کرده، به مد لازم 6 حرکت به مثل ولا ضالین. باز دیگر مدها هستند. انشالله وقتی که درسی مد آید این رو با شما میگذاریم. فهموا که رحمت الله جزای خیر بدهد برادر اسلام و ایاکم و به شما هم الله جزای خیر بدهد. فهموا برادر. رمضان فهمیده باشید ما خرسند. وقتی جدا کرده ما امروز به پایان رسید. سوال ها نباشد انشالله درس را به انجام میرسانیم. پگاه درس می شود. اگر درس شود پیشکی اعلان رو می نویسیم انشالله. و امروز ما در گروه مخرج حرف ذ را گذاشتیم. در آمده همون مخرج حرف را که بعد از مخرج حرف آیت های قرآنی قطعی مثال آورده شده است. یک شیخ میخواند، گوش بدهید و مخرج های حرف های خود را اصلاح بکنید. برادر شما گفتید کدام خواهران اگر شما خواهش درس گرفتن را دارید به شما انشاءالله یکی حافظه قرآن میگویم که تا شما را درس بدهد و بنویسید یا رقم های ایما واتساپ باشد بگذارید. ما به آنها میدهیم و شما به تماس میبرایند. در یک هفته 1-2 بار یا 3 بار درس بگیرید خوب می شود. اولین سوره هایی که در نماز میخواند سوره کوتاه ها را همون سوره ها را اصلاح میکنند. بعد انشالله درس ها دوام میدهند. چون خوب میشد که با زنها درس گذارید، یعنی که قرائت شما را بخوانند. تجوید شما اینجا درس میگیرید انشالله و قرائتتان را میتوانید به زنهای قاری زنها حافظه ها بسپارید. چه خیلی می نویسید؟ در کجا؟ چی را می نویسید؟ درباره چی را خواستید نوشتن؟ نفهمیدم. شما اگر باشید حاضر نباشد چیکار بکنیم؟ رقم من رو بنویسید، رقم واتساپ من رو. در آنجا رقم های خود را بفرستید. ما این رقم های شما را گرفته بر آن خواهران میدهیم و شما به تماس میبرایند. رقم واتساپ من از من می نویسم رقم رو. با این رقم من بنویسید 8 999 169 69 68. 8 999 169 69 68. با این رقم بنویسید. ما انشالله به شما میرسانیم. برادر خواهش کردن که یک قرائت کنید. واتساپ نداشته باشید با چی درس میگذارید؟ چون با واتساپ و با وایبر درس خوب میگذره. واتساپ نداشته باشید با چی درس میگذارید؟ با دیگر
واتساپ نداشته باشید بکو شاید برای خاطر درس گرفتن انشالله. البته نه. امروز ما باید این برنامه‌های اینترنتی رو استفاده ببریم. ببینید که در اینترنت تمام چیز است. زبان انگلیسی رو باز اینترنت می‌آموزند. فیلم ها میگذارن، هر یک چی ها میگذارن. ما هم باید استفاده ببریم. 169 69 68 999 169 69 68. ما باید استفاده ببریم از این تکنولوژی ها. اینها نعمت پروردگار هستند. اینها هم نعمت پروردگار هستند که روز قیامت از ما میپرسند که در کدام به چی این نعمت ها را به کدام، یعنی که در کدام راه استفاده بردید. در راهی که فیلم تماشا کردید، فیلم های بی معنی، یا که درس گرفتید، یا که یکم قرآن گوش کردید. برای همین روز قیامت از این هم پرسیده می شود، از این نعمت ها هم پرسیده می شود. برای همین حرکت کنید که این نعمت ها را در خیر استفاده ببرید. به نهایت کانال های بسیار است. کانال های اسلامی به تمام زبان هست، ولی به زبان تاجیکی خیلی کم است. برادران تاجیکی ما به غیبت و به یکدیگر بدکنی و به همین کارا مشغولند. به همین سبب به همه آنها گفتنی هم که بیاد یک کار خیر بکنید. بگذارید بحث ها را، اتویت نویستن ها را و دیگر ها را، یک کار خیر اجرا بکنید. برادر خواهش کردن یک تلاوت کنید. انشالله سوره فاتحه را میخوانیم و خطاگی هایی که مردم ما بسیار در این سوره میکنن به شما میگویم تا اصلاح بشود. سوره فاتحه، چون این سوره در نماز در هر یک رکعت خوانده می شود. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین. من به شما میگویم که برادران تاجیک ما چه خطاگی ها دارن. ببینید در یکم در اعوذ بالله و بسم الله بیشتر میخوانن اعوذو، زو میخوانن، نه باید ذو بخوانید. اعوذو بالله، بالله نه بالله. اعوذ بالله، لام در اینجا باری خوانده میشه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. این است طرز درست خواندن. و در بسم الله خطاگی های مردم، بسم الله الرحمن الرحیم، این خطا است. بسم الله الرحمن الرحیم، چون حرف میم استفاله است، ما باید بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. دوامش یکم آیت الحمد لله میخوانند. الحمد لله، نه پیش از حرف الله کسره است، برای همین باریک میخونیم حرف لام را. الحمد لله رب العالمین. عالمین خطا است، میخونیم برای خاطر حرف عین حرف استفاله است. رب العالمین، اگر عالمین خواند این خطا است، اصلاح بکنید. الرحمن الرحیم، آیت سیوم مردم ما میخوانند الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم، این خطا است، چون حرف میم حرف استفاله است،
باید ما باریک خوانیم. الرحمن الرحیم. دوامش مالک یوم الدین رو مردم ما میخوانند مالک یوم الدین. این هم خطا است، چون حرف میم حرف استفاله است، باید باریک خوانیم. مالی، مالی نه، مالی، مالک یوم الدین. آیت دیگر ایاک نعبد، مردم ما میخوانند ایاک، ایاک. ایاک خوانده نمیشود، ایاک خوانده میشود. ایاک، ایاک نعبد و ایاک نستعین. دوامش اهدنا الصراط. اهدی حرف ه را از حرف ح فرق بکنید. حرف ه هوس. اهدی، اهدنا الصراط. مردم ما میخوانند اهدنا الصراط. سینه برادران صاد، سی، چون حرف صاد حرف استعلا هست، حرف استعلا است. دوامش اهدنا الصراط. حرف تا، صراط تل نخونید، تا خونید، تا. اهدنا الصراط مستقیم. مس نخونید، مس سین است، سین باریک خوانده میشه. مستقیم. دوامش صراط الذین، مردم ما میخوانند صراط الذین. سی میخوانند، بخوانید صراط صاد سی. صراط الذین انعمت علیهم. علیهم، علیهم نه، بیشتر مردم ما میخوانند علیهم، حرف عین رو نمیخوانند، چون عین در الفبای ما در اول نمی آید، فقط در بین می آید. و همین سبب این خطا است. در زبان عربی در اول می آید. بخوانید که علیهم، علیهم. انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم. و خطاگی اینجا، خطاگی بسیار بنیاد در اینجاست، مغضوبی میخونن. زو حرف زو نیست، اینجا حرف داد دست دو. مغضوب، غیر المغضوب. داد زو نخوانه، زو این معنا رو دیگر میکنن. مغضوب علیهم. کلمه آخر ولا ضاد، ولا ضالین. مردم ما میخوان ولا الضالین. زا حرف ضاد را با حرف زا مبدل میکنند که این خطا میباشد. به همین خاطر برادران و خواهران عزیز خطاگی های خود را اصلاح نمایید. انشالله اگر چنان که حدیث را خوندیم، اگر با سختی را هم خوانید، با خطا را هم خوانید، انشالله 2 درجه اجر دارد. ولیکن اگر مهارت پیدا کنید، به خطا بخوانید، بدونید که چون در این حدیث آمده است که در روز قیامت شما به فرشتگانی که گناه نکردن، بینید این انسانی که غرق گناه است با سبب قرآن را با مهارت خواندن و فرشتگان برابر میشد. به فرشتگانی که فقط در طاعت و عبادت بودند، گناهی نکردند، فقط فرمانبرداری خدا کردند، انسانی که قرآن را با مهارت میخواند با آنها برابر میشود. به همین خاطر حرکت بکنید که قرآن را با مهارت بخوانید. حاضر من به سوال شما می نگرم. اونجا قرآن بکل، اگر قلقله را نخونید این هم خطا است. احد، قل هو الله احد، اگر شما احد خونید این هم خطا حساب می شود، ولیکن اینه که نمازتون درست است انشاءالله. سلام، نام من نورالله در یاد داره. نورالله، نورالله فامیل تو چی بود؟ نسبتون بگوید. سوال شما رو میخوانم. از همین است گرفتم. رحمت برادر، سلامت باشید. در مسئله قلقله انشاءالله این درس الهیده است، باز پراتر میفهمونیم. ولی راست واتساپ انشاءالله. برادر، خوب میشد که شما نام ایموی خودتان را میگذاشتید که ما با خود دیم، بعد با
نامر خود را، رقم خود را من گفتم. من در دستکست است 999 169 69 68. این نامر واتساپ است، فقط ایمان است. دوامش این نامراشون رو دیهن، انشالله با اونها میگویم که با وایبر زنگ زنم. وایبر هم میشود. سلام اکد، نامی من نورالله شناخت. کدام نورالله؟ فامیلتان بگوید، نسبتان رو. دلشاد ولیف. بله، رقم ما رو درست نوشتید. حضرت در نام بنویسید انشالله که خواستید. سلامت باشید. محمد الله رحیم قولف. سوال شما چیست؟ اگه حرفی داد در عربی نیست، دال هست، زاد زبان ها با کرسی بالا طرف راست کرده یا چپ می رود. اگر شما اینه که متخصصی این تجوید باشید، بگذارید درس بگذارید انشالله. ما الحمدلله مدرسه را خونده، از استادا درس گرفته هستیم. آمین آمین. برادر اگر نباشد نامتان می گفتید. نام من الهام است که نوارهای ما را در این مدرسه حنفی اگر گوش کرده باشه، در آخر هر یک نوار نام من نوشته شده است. مرادزاده نورالله. راستی نشناختم. ما در یک اونجا واخوردگی هستیم. قرائت چند؟ برادر محمد الله رحیم قلف. در قرائت چند ایمان است؟ بیایید این سوالاتون بیمانید. سوالای ما سوالها وای درس باشن من اکا در قرائت چند؟ اکا درباره سجده تلاوت قرآن کمی هم باشد معلومه. سجده تلاوت در قرآن 14 آیت است که بعد از خواندن آن سجده تلاوت واجب می‌گردد. اگر آنها را بخواندید در یک نشستن 10 بار بخواندید، 1 بار سجده میکنید. اگر در یک نشست چند بار خواندید و خسته از جای خود رفته آمده باز نشسته باز خواندید، 2 سجده میکنید. یعنی که اگر مجلس را اولیش بکنید، سجده در هر یک اولیش کردن مجلس سجده میکنید. که در همین انشالله درس را به آخر میرسانیم. وقتم 1 ساعت شد. من باید به خانه روم. همه شما در خانه هستید. من باید از اینجا برآمده به خانه. محمد الله رحیم قلف. باری دیگر به شما میگم برادر، در قرائت چند ایمان است؟ این سوال شما دخل ندارد به درس ما. من به این سوال هایی که به درس دخل ندارد جواب نمیدهم. دانم و ندانم. اگر شما خودتان دانید، به فکرم برای سنجش میدید این سوال ها را. به سوال شما جواب نمیدهم، چون اینجا درس است، اینجا سوال جواب نیست. برادران و خواهران عزیزم، اگر ما دوام دهیم این صحبت را دوام دهیم اگر ما یکی وقت ساعت 10 شده ایستاده است، من باید به خانه روم. انشالله به همین درس امروزه فهمو باشد. جزاکم الله خیرا به این که اشتراک کردید، از این درس استفاده بردید. از موضوع دیگر نگذارید. یک خطاگی مردم ما این است که از این موضوع به اون موضوع میگذارن. موضوع درس همین تجوید است.
اول تجوید خود را اصلاح بکنید و انشاءالله روزهای دیگر اگر وقت شد درباره هر یک موضوع مانده در همون موضوع باید صحبت بکنیم. این درباره طهارت، درباره روزه، درباره رمضان، ماه شهر رمضان که در نزدیک است، درباره ایمان، این سوالی که میدهید همش باید علاهیده باشند. موضوع این روزه ما درباره تجوید است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در آخر دعا میکنیم خداوند این درس هایی که ما گذشته ایستادیم چون خاص برای خودش هستند قبول بگرداند و به همه ما و شما از خزینه خودش اجر بدهد و خواندن قرآن رو به ما آسان بگرداند و آن شخصانی که نیت دارند که خوانششان خوب بشود خداوند بر آنها کمک بدهد. سبحانك اللهم و بحمدک نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك و نتوب الیک. آمین برحمتك یا ارحم الراحمین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. درس به آخر می رسد. به همه شما خوابهای رحمانی خواهانم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در حق من دعا بکنید.